صدم خدمتتون عرض میکنم جواب من به ایشون منفیه. ببخشید چرا این همه آدم اینجاست ولی جوابتون به من منفیه؟ برای من آخه و اما و اگر نیارید، من حقیقت محض میخوام. میفهمی لعنتی؟ حقیقت محض. بله؟ ببخشید من از وقت این فرانسه و فارسیمو با هم قاطی میکنم. شما مگه فرانسه بلدین؟ وی یادش بخیر. چقدر تو کوچه پس کوچه های پاریس سن ژرمن دوچرخه سواری میکردم. اکسکیوزمو. چند تا این توی خونه؟ من و بابا و مامان پایینیم، سینا و نرگس بالا. آره دیگه ما 100 برابر شماییم. 500 تا پرسنل؟ نه 500 تا گاو و گوساله. داری چیکار میکنه؟ زنی آدم پولدار شد رفته خارج درس میخونه. بعد اون زرا کردی من